بله سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم از سوال رو اجازه میکنم. بله گوش میکنم شما. همین طلاق بدتر مثلا هستیم که در اسلام مثلا میگم نفهمونید طلاق بدتر چیه طلاق هست؟ سلامت باشید برادر عزیز. ما در برنامه فضیلت علما در آنلاینی اینترنتی هستیم. بهتر میشد که شما آید موضوع سوال میکردید، لیکن شاید شما از موضوع خبر ندارید و برنامه ما را دنبال نمیکنید. ما در پاسخ با این سوال شما هستیم. سلامت باشید. سلام باشید. بعضی برادران شاید رقمی شورای علمای مرکز اسلامی هستند، این رقم در همین زنگ میزنن، سوالهای روزمره خودشون رو میپرسن. این برادر میگه طلاق بدتر را برای ما میگفته. البته طلاق بدتر هست، این کلمه عربی از بدتر همون کنایه میشود، با این طلاق با این میشود. همون کلمه ای که مرد با همسرش میگوید که سر دادم یا جواب دادم، همون معنای همین بدتر هست. طلاق با این میشود با این کلمه. این لفظ عربی هست. سلامت باشید. بله سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام. حضرت داملو یک سوال داشته. بله گوش میکنم شما را. ما در پاسخ هستیم انشاءالله. امی از نگاه مذهب حنفی علمای ربانی چی کسانی هستند؟ سلامت باشید. سلامت باشید. یک جهان تشکر استاد جناب. رحمت سلام. سلامت. ما در اینجا آیات و احادیثی رو بیان کردیم که قرآن و حدیث برای علما فضل قائلند. اما از دیدگاه مذهبی، از دیدگاه بزرگانی که در مذهب من شما بیان میکنن، یعنی شروطی که بیان میکنن این است که عالم بعضی وقت میشود که شروطهایی که در اون وجود داشته باشه نشانه عالم ربانی بودن اون باشه. سلام علیکم و علیکم السلام. سوال داشتم جواب باشه. بله گوش میکنم شما. استاد جان همین به حرمتی با یک عالم از نظر شرف و کدام اندازه گناه سلامت باشید. ما در پاسخ همین سوال هستیم برادر عزیز. اگر شما در آنلاینی ما را دیده باشید الله برکت. سلامت باشید. البته اینم احترام این مردم ما است. مردم ما بسیار سوالایی که ما گرفتیم، آیا گستاخی کردن با اهل علم، آیا فضیلت جایگاه اهل علم، آیا عالم ربانی کی که کسی را میگویند عالم با خدا، عالم با تقوا، عالم صادق، امانتدار، میراث برین انبیا، چه کسی را میگویند؟ این یعنی یک نوعی احترام همین ملت ما است که همه سوال ها تقریبا همین است که ما چگونه احترام داشته باشیم، چگونه معامله داشته باشیم، آیا گستاخی کنن چه گناهی میشه. شما ببینید عالم ربانی کسی را میگویند که اول اون علم دارد، اون عالم با علم مزین هست. برای همین قرآن میگوید انما یخشی الله من عباده العلماء، با علم اونها را متصف میکنند. اینا از من میترسن. میگوید شرطهای دیومی اون است که با اون چه که میداند عمل کنند، با علمی که میداند پیش از همه خودش با اون عمل کنند. سوم از این که علمی اصول فقه و فقه را تا یک حد بداند، چون که فلسفه زندگی انسان مواجه با علم فقه است. این عالم وقتی عالم شناخته میشود علم فقه را آگاهی داشته باشد، با علم مزین باشد، با تقوا باشد، پیش از همه خودش عمل کند با آنچه که میداند میخواند. سوم آثار من نقل کردم علم نافع زمان در عالم دیده میشود که غلب علمه و هوا، علمش هوا و هوس او را غالب بیاید، یعنی علمش او را باز بدارد از راه بد. اون انسان نیکو باشد، از خودش بگذرد تا به دیگرها خدمت کند. این رو میگن این عالم ربانی هست. میشاید یک انسان عالم باشد، میشاید فقیه باشد، میشاید مفتی باشد، میشاید قاضی باشد، اینها هم دیده میشد در عالم ربانی. اما در اسلام بالاترین مقام قاضی هست. مفتی و قاضی هر دو اینها یک هستند. هر دو اینها تا یک درجه حتی باید علم اجتهاد را داشته باشند، مجتهد باشند تا یک درجه، و همه علوم دینی را داشته باشند. اما مفتی از قاضی فرق میکند که اینم اخبار عن الحکم است، اینم خبر میکند از حکم شرعی، قاضی هم خبر میکند از حکم شرعی.
یعنی مفتی بلا الزام، قاضی مع الالزام. یعنی مفتی خبر میکند از حکم فقهی و شرعی بلا الزام است، مجبوری نیست، میگوید که فتوای این مسئله همین میشه. اما قاضی وقتی که خبر میکند حکم را مع الالزام است، الزام میکند، مجبور میکند که این کار را بکند، این کار را بکنید. یعنی قاضی بلندترین مقام را در اسلام دارد. گاهی وقت میشد که یک انسان عالم باشد، فقیه باشد، مفتی باشد، قاضی باشد. گاهی وقت میشد که انسان عالم هست، فقیه هست، مفتی نیست. گاهی وقت میشد که همه اینها جمع شد، اما قاضی باشد، همه اینها را باید باشد. به هر حال برادران عزیز، علمای ربانی شرطش همین است که اون عالم باشد و عامل باشد و علمی داشتهش. بله، سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یک سوال داشته، همین از عالم دین کدام خصلت‌ها را باید داشته باشد؟ برادران عزیز، عالم ربانی، عالم دین، خصلت‌هایی که در آن باشد، باید اون پیش از همه علم داشته باشد، تقوا داشته باشد، با اون علمی داشتهش عمل داشته باشد و اون نگاه بکند که علمش به هوا و هوسش غالب بیاید علمش، و اون مزین باشد با سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم. یعنی در رفتار، در گفتار، در نشست، حتی علما از علمای بخارا هستند، علمای دیوبند هندوستان، دیگر علما راهگردی پیامبر یاد میدادند. حتی علما کوشش میکردند که راهگردی پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم را با طریق سنت یاد بدهند برای مردم. و اگر عالم این چیزها را دارد، علم دارد، با اون علمش عمل میکند، تقوا میکند، علمش به هوا و هوسش غالب میآید و اون سنت های پیغمبر رو در رفتار و گفتار و کردار دارد، این هست اخلاق و عالمی که با این چیزها باید مزین باشد و این هست. و البته خدمت کردن در دین مبین اسلام بسا اوقات هست که برای یک انسان فرض میشود، بعضی وقت واجب میشود، بعضی وقت سنت میشود، بعضی وقت میتواند که توقف کند، بیستد. البته حسب اون که از اون تقاضا میشود و اون وسعت خدمت کردن رو دارد، در اون صورت واجب است که این عالم دین از اون چی که میداند کتمان کردنش برای اون گناهگار میشود و اون چیز را باید برساند. و اگر برادران در پاسخ با سوال و جواب نیستند، من فکر میکنم وقتی ما دارد به آخر میرسد و ما شما را در این موضوع فضیلت علم و فضل علما، البته این گنجینه ها، این دردانه ها، روحانیین، اهل ضیا، باز در برنامه های دیگر با شما هستیم و کوشش میکنیم که با سوال های شما در پاسخ باشیم. خدا کند که صحت و سلامت و زندگی با بندگی داشته باشیم. دعا میکنیم که پروردگار امنیت و ثبات و صلح کشور ما را همیشگی بگرداند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.